آخرین فرصتتونه، هر جوری شده خودتون رو برسونید. فقط 4 نفر دیگه. 1 تا یعنی 3. نفر آخر کی میشه؟ مال خودمه. اصلا جیگر جا مال خودمونه. تبریکات ویژه، شما به 20 نفر برتر راه پیدا کردید. آره بریم بهتره کنیم. اما نکته اینجاست، ببینید رو چه رنگی وایسادید. اون کاشی رنگی که روش وایسادید بسیار مهمه. حالا بعداً توضیح میدم. بریم تله سوم. ای بازم بریم. همگی چشم‌بنداتون رو در بیارید. به تله شماره 3 خوش اومدید. هنوز 20 نفر باقی مونده ولی فقط یه نفر میتونه این جایزه طلایی $100,000 رو ببره. خب ما اینجا یه جور پل داریم که از طناب ساخته شده. به نظر باید چی کار کنی؟ ازش رد شی. بهتون توضیح میدم که تله سوم چیه. اول باید کاپیتان انتخاب کنید و 4 نفر دیگه هم خودشونو با دستبند ببندن به اون سکوهایی که اونجا. استیو تو کاپیتان شو. اگه حس میکنی اوضاع ردیفه منم 100% پایتم. خب خوشتی پا کاپیتان کیه؟ استیو بلنگای صورتی رو عشق بریم تو کارش. اون هم سرسخته، هم زورش زیاده، هم آدم با معرفتی. آره آتش نشانا همه من اینطوری. مطمئنم کاپیتان خوبی. من مشکلی ندارم تو کاپیتان بشی. میدونم کارت درست. ممنون. همه تلاشمو میکنم. من کاپیتان شدم ولی به خاطر